ما نصیحت به جای خویش کردیم، روزگار بدین به سر بردیم. چون نآید به گوش رغبت کس، بر رسولان پیام باشد و بس. السلام علیکم برادران و پدران و مادران گرامی. از الله مهربان دعاگو هستم که در کجایی که باشین خداوند شما را صحت و سلامت نگه دارد. میخواستم یک سوالی که پیوسته از من سوال می شود، چی از داخلمان، یعنی چی از درون تاجیکستانمان و چی از بیرون از مهاجرای کاری که در روسیه داریم. برادرها و خواهرایی که از ویتیلیگو یعنی از سفید شوی پوست اذیت میکشید، بهترین راه حل را شرکت شفافرما به شما پیشنهاد میکند. مرحمت به شما ماز پیگمنتو و تبلت که پیگمنتو رو توصیه میده شرکت شفافرما که در مدت کوتاه‌ترین شما میتوانید پیگمنت خود را یعنی سفید شوی پوست خود را برطرف کنید. برادرها و خواهرایی که در همین مشکلی دچارند میتوانند مراجعه کنند و کسل خود را تبابت کنند. برادرها این میدونید چیه؟ یا پوچکی ای فیرم عربیس میاد میگن. این میتونه سنگ نمک گرده های شما را بریزونه و همچنین وسپلینش بگیره. برادرایی که پریست میخوان گرداشو میتواند که تبابتش کنه. سلام علیکم برادرای اهل اسلام. از شرکت اکای محمد خوج محمد بودما را گرفتیم، گرانی سر بردیم اکاو. اینا مازدا، اینا ماشینو اکا، همه ماشینو بردیم و واردیم شون اکا. این روز 15/09/2024 این اکا را همه شب بردیم و واردیم. اکا چی رفته اومده؟ الحمدلله ساعت فویز افتاد. ساعت فویز رفت اومده. خاطر روا ساعت فویز. یکم ماده خاطر نشه مالی توجیستان. یکم کامپیوتر داره. یکم خالی ساعت فویز ناز رفتی ناز اومده گیم. یکم خاطر نشه مردم توجیستان همه ساعت فویز. بیشتر این سوال از برادرایمون مهاجر می شود. از من سوال کردن که حاجی بابا ما امروز امکانیت داریم که بچه‌هامون فرزندامون چچنستان یا داغستان یا مصر یا ترکیه یا دولت‌های عرب برای تحصیل علم اسلامی روان کنیم. همین امکانیت ما پیدا کردگیم. مقصد شما در همین مسئله چی مصلحت من میتین؟ یعنی مقصد اونا که کدام دولت بروند، کدام مقصد از همین بین همین دولت ها کدام شا انتخاب کنیم که مقصد بهتر و خوبتر است. بسیار تشکر زیاد میگم من بر همون پدرها و مادرهایی که وقتی که شما غم فرزنداتون میخورین، وقتی که اندیشه فرزنداتون میخورین، وقتی که شما در ما اعتقاد میکنین، از ما سوال میکنین، من منتداری خدمت بگیم برای پدر و برای مادرها البته به البته رسانیدنیم. خدا برکتتون تید. ولی در جواب این سوال شما من این را گفتنیم که شما فرزنداتون بر این دولت هایی که نام گرفتین روان نکنین. فرزنداتون با این ملک هایی که نام گرفتین روان نکنین. من برای شما یک مثال میارم. یک نفر پیش شما میاد میگه که مرا $1000 یا $5000 مرا قرض بده. شما برادرای عزیز درو همو پول برآورده همو مردک قرضگیر میتین یا اینکه نگاه میکنین که آیا همین مردک سزاوار هست که من میرا پول بتم، یا همین مردک لایق بر همین پول هست یا نه، یا همین مردک ارزنده قرض گرفتن و یا ارزنده همین دارد که پگاه همین پولی مرا میگرداند یا نمیگرداند. آیا شما می اندیشه را نمیکنین؟ حتما میکنین. حتما هر کسی پیش شما آمد شما دره و مقصد پول برآورده نمیتین. قرآن هم همیره میگه ولا تو سفها اموالکم. خداوند میگه هر یک آدمی که لایق نیست، ارزنده نیست، شما او را مقصد مال نتین. زیرا که
آدمی که ارزنده نباشد، لایق نباشد، خب یعنی آینده کار خوبی نداره. آینده کار البته به جنگ، به جدال و به کشتن و به حقارت و به هر چی برده میرسانه. پس برادر عزیز و گرامی، شما این فرزندایی را که بین فرزند مهمتره یا که همون مال؟ شما چرا در پول اهمیت میتین که آیا همین کس من بتم یا نتم؟ چرا در فرزنداتون همین اندیشه را نمیکنین که آیا همون آدما ارزنده هستن یا نیستن؟ آیا من فرزند حاضر سالم و سلامت میبرم؟ من از همین آدم صحت و سلامت با همین مقصد تربیه‌ای که من کرده بودم، با همین اخلاقی که من داده بودم، بین آیا همچنان با از من همین فرزند گرفته میتونم یا نمیتونم؟ چرا ایرا مقصد شما اندیشه نمیکنید؟ برای شما پول مهمتره یا که فرزند؟ از این لحاظ شما این ملکای را که نام میگیرین، یکم که شما استادهای فرزنداتون را نمیشناسین که اینا مقصد در کدام روحیه خودشون کلان شدگیان و در کدام مقصد، در کدام مذهب و در کدام رویه همین استادا خودشون قرار دارن. شما این رالی نمیدانید. حتی مردم ما بیچاره اینقدر احتیاطکاریم که حتی با نمیپرسیمشون که شما مقصد راه و روشی که خدا را عبادت میکنین ای چی عبارت های؟ حتی تا اینجا شما برادران نمیپرسیم. ما فقط در فکر یک چیزیم، بچه ما حافظ کل قرآن میشوه یا عالم دین میشوه، آینده میام مقصد در دین و در جامعه خدمت میکنه. فقط اندیشه ما در همینه. ای کاش همین اندیشه های ما مقصد موافق باشد به همون جایهایی که شما میبرین، لیکن موافق نیست. برادرای عزیز و گرامی، باور کنیم برادرها، همچو برادر شما، همچو خیرخواه شما، من این صحبت برای شما کردیستم. گفتی شیخ سعدی، آن کس که نصیحت زی عزیزان نکند گوش، بسیار بخواید سر انگشتی ندامد. نصیحتی من اگر گوش کردی، انشاءالله آینده رحمت میگوی. اگر گوش نکردی و با اندیشه و فکر عقلی خودت کار کردی، پگاه اگر یگان زیان ضرری ای فرزند دیدی، دیگر برادر عزیز گیله نکن که میگن خود کرده را دوا نیست. از همین لحاظ یکمش که شما نمیدانین اونها کیان، دویمش که شما میدانید که مذهبای اونها مذهبای امام شافعی، مذهب امام احمد حنبل، مذهبی بگیم که انا بعضیش مذهب ندارن، طرفای با این مملکت‌های عربش. در غیر عربم مثال به مذهب ها هستن که مدرسه ها کشودگیان، خب انا خیلی تحفیظ قرآن کشودگیان، ولی بعد 5 سال برادر عزیز تو وقتی میره فرزند عالم دین میگیری و عالم مثال حفظ قرآن میگیری، در برابرش بفهم که عقیده زید مذهب ابو حنیفه هم همراهش گرفته میاری. وقتی در خانه میای طریق نماز خواندن او را میبینی، بین با طریق مذهب خودمان موافق نیست، تعلق ناراحت میشه. تو وقتی فرزند تا میگوی که بچم ای چخیل نماز خواندنه، و حالا که میگد که پدر مقصد در این مسئله تو علم نداری، تو در این مسئله بی سوادی، این مسئله را من خود میدانم که چخیله. از هم حالا که اون مناسبت چقدر خودت خوب نیست، آیا او میتونه که در دین خدمت کنه؟ او میتونه که در جامعه خدمت کنه؟ هرگز نمیتونه. برای همین همچو برادروار میگم تون که هیچ وقت در یگان جا روان نکنین که امروزه تعلیمایی که برادرای عزیز، تعلیمایی که امروز هست، اکثر اینا هدفناکن، همه اینا مقصدناکن. پیامبر میگو کل مولود یولد علی فطره فابواه یحودان او ینصران او یمجسان. بین هر یک فرزند
هر یک فرزند مثل نمی یک ورق تازه است بینه تازه انمی خیلی به دنیا میآید میگه پدر و مادر است که او را یا یهودی میکنه یا نصرانی میکنه یا مجوسی میکنه یا تروریستش میکنه ببین یا اینکه سلفیش میکنه یا خوارجش میکنه یا پیرو مذهب ابو حنیفهش میکنه هر چی میکنه پدر و مادر میکنه برای در حق فرزنداتون پدرای عزیز مادرای عزیز جبر نکنید شما خدا را شکر بگین که نمی مثل ما و آدما برای شما با مصلحت دادستیم این گپای من مقابل آن نیست که من در تعلیم دینی یا در تعلیم فرزندان مقابل باشم مرا بچه خودم 20 سال پیش حفظ قرآن کرد این حافظ قرآن ای بچه ما تعلیم دینی گرفتگیه لیکن 20 سال پیش برادر عزیز یک آرامی بود یک امن بود این هدفهای امروزه برادر از 20 سال پیش نبود برای امروز که من این خطر جدی را احساس کردستم که از فرزندان ما و شما هرچی اینها تیار میکنن من به همین خاطر شما را میگم هیچ جای فرزنداتون را روا نکنید هیچ جا روا نکنید فرزنداتون همین یک مثال علمی تان بیارم حج یکی از رکنهای 5 بینای مسلمانی ای یک رکنش حج یعنی کسی امکانیت دارد رنگی نمی دادرای ما میگه امکانیت داریم که بچه همون مقصد هر جا روان کنیم یک رکن همین اسلام همیه که امکانیت پیدا شد برای حج کن لیکن بین در شریعت چی میگه یک شرطی درست شدن حج مع امن طریق بین مع امن طریق یعنی اگر برای من امکانیت حج پیدا شده است گارانتیا باشد که من مکه میرم با صحت سلامت گشته میام یعنی در آرامی ما در جان ما در حفظ جان ما اگر گارانتیا باشد همینجا حج در گردن ما فرض است اگر به شرطی که گارانتیای آرامی نباشد یعنی در جان ما خطر باشد خطر از مثال میگد اگر برای امکان دارد که تو مثال سلامت نمیای یا در راه مقصد غارتگرا هستند یا در راه مقصد در یک ملک جنگ رفته سای ممکن در اونجا کشته شای در همینجا شریعت میگه که در گردن تا حج فرض نیست تا زمانی که یعنی حفظ حیاتی تو حفظ جانی تو گارانتیا داده نشود شما برادرها گارانتیا داده میتونید که 5 سال پس بچه تو از اونجا بیرون شوه و مقصد جان ما مردم در حفظ باشه من برای چی گپ میگم که امروز این گروه هایی که برآمده است مثل ابو محمد مدنی و مثل ابو مریم و ابو عمر و ابو سهیل و ببینین مثل این مرده که عبدالظاهر داعی و مثل ابو عبیدالله متوکل و پر همین ابو همین اینترنت پر شدگیه شما گارانتی داده میتونید که بچه های شما جای همینا را پگا عوض نمیکنن از کجا گارانتی داده میتونید 5 سال پس دیگه این بدبخت ها دیگه در کار نیستن که تمام مردم کافر و مشرک و مرتد و منافق میخوانن بین از آن جمله پدرای خودشونه از آن جمله استادای خودشونه یا کافر و مرتد میگن حالا که کافر هم خودشونن مرتد هم خودشونن منافق هم خودشونن زر خرید هم خودشونن اینا نه ننگ دارن نه ناموس دارن ولی پگا بچه محترم برادرها انمی جای همیو را میگیرد با یک نفر دیگر رنگی موارد پیدا میشوه و نام بچه تر وقتی میگیره و بر او لعنت میگه ایجاد تا دیگر برادر عزیز افسوس میکنی که ای دستی ما و ای اولادی ما و ای نزدیکای ما این خیل فرزند بیرون شده دیگه خجالت حس میکنی برای امروز من برادر عزیز چگونه ای که وقتی امن نباشه وقتی حفظی
ببین حیات من گارانتیش نباشد فرض الهی گردنم ساقط میشود امروزم بچه‌هاتونم پیشخطا نگاه بدارین بچه‌هاتونم برادرای عزیز کسب آموزانین بچه‌هاتونم بگذار بخوانن بچه‌هاتون بگذار زباندان شوند بگذار بچه‌هاتون اختراعکار شوند بگذار بچه‌هاتون بیاد در اینجا پهلوی مردم در بیستن برای مردم شرایط برای مردم امکانیت مقصد ایجاد کنن امروز جامعه ما برادر با نفرهای نیاز دارد که مردم شکمش سیر کنن مردم تنش بپوشانن مردم نصیحت کنن که ای فسق و فساد و فحشا نگهشون بدارن مردم از جدا شوی نه طلاق دیگر نگه بدارن امروز نیاز جامعه ما به همینه برای همین من برادروار به همه شما پدرها و مادرها میرسونم که احتیاط کنین فرزندا را به یگان بیرون برادرای عزیز برای آنه که اینها مقصد حافظای قرآن و عالمای دین میشوند روان نکنین برادرای عزیز من میدانم شما خدا دوست دارین من میدانم شما پیغمبر دوست دارین من میدانم شما اسلام دوست دارین لیکن شما یک جایی بگیم سستی دارین یک جای مینوسه دارین ساده این ببین شما بازیچه دست انامین نفرهای میشین که هدفهای خودشانه با واسطه فرزندای شما عملی میکنن آخه قرآن در دهها جا میگه افلا یعقلون افلا یتفکرون افلا یتدبرون خدا میگه برای چی عقلتون دادم با عقلهاتون اندیشه کنین ببین با عقلهاتون مقصد آینده را بسازین و چرا ما سادگی کنیم چرا اونها زیرک باشن و ما زیرک نباشیم چرا اونها مقصد ما را فقط و فقط استفاده برن شما هم برادر عزیز بیدار شید و من همی گپارد از روی دین برای شما گفتستم همی هم دین های برادر عزیز همی هم تعلیمات دین های من برای شما یک مثال دیگه میارم زمانایی که من خودم در اسلام آباد میخواندم در پاکستان میخواندم بعدا یک نفری گفت که میخوای یک بچه را ببینی همین امام بخاری را کتابش که زیاده از 7000 حدیث های همین را قطعی راویاش بین قطعی راویاش اذیت میدونن تاجیک های گفت من حیران شدم من گفتم بسیار خوب میشه من که حافظه قرآن دیده بودم لیکن حافظی بگیم 7000 حدیث امام بخاری رو ندیده بودم وقتی رفتم دیدم یه بچه 12 ساله بچه که سفید خوشروی پرسیدمش که دادر عزیز تو امام بخاری رو همش اذیت کردی گفت اذیت کرد در چند سال گفت در 5 سال در 5 سال اذیت کردم بعد پرسیدمش چند ساله گفت 12 ساله گفتم پدر و مادر قطیته گفت نه پدر و مادر قطیم نیست گفتم ای کجایی تو گفت من قمسنگیرم من گفتم پدر و مادر قطیتری یگان تماس تلفنی های یگان رابطه وقتا خیلی مشکل بود این تلفن ها و این چیزا را برقرار کردنش بسیار وزمین بود نه بداخل اینا گفت نه گفت پدر و مادر ما گفت 7 سال شید ندیدم من گفتم بعد یا چون نمیکردی گفت من پدر و مادرم گفت دیگر خدا هست پیغمبر هست اسلام های اینای امام بخاری های اینا های پدر و مادری ما گفت بعدا من گفتم آخی در همی کتاب امام بخاری درباره پدر و مادر اینقدر پیامبر من تاکید کرده است این حدیث ها را نمیدونی که همه آدمی که مقصد ایا را آوردگی و در همه اسلام آباد تعلیم دادگی دستش گرفت بردش که مقصد یکی او تعلیماتی که من اینها را کردگی بودم یکی مردک این مردک مقصد همون مهنت های مرا زحمت های مرا بیکار نکنه یعنی همین خیلی تیارشان کردگی بودن برادرها که رنگ چخیلی که پول در دست یا همین یک تلویزیون مثال در اختیار تایی که با پول کار میکنن همین را با پول کردگی بودن همون زنبی رو میگن همون زام بشیدگی بودن یا همین را کی برده بود ولی سادگی ما را بی همون دورای 94-95 که در اون منطقه بگیم که دورای همون محمد شریف همتزاده و اونا سید قیامالدین غازی و
دغدغه و دبدبه همیا بود در اونجا. مردم خودش میگو، مردم ها خودشون میگفتن که آمده در اینجا 4 زن 5 زن گرفته مقصد دغدغه و دبدبه میکردن و همین ها مقصد خانه به خانه گشتگی فرزند یک بچه تا در راه دین بته، یک بچه تا در راه دین بته. اینا گرفتن بچه ها را 5 ساله و 6 ساله آوردن در همین مدرسه ها سپاریدن، در پشاور، در لاهور در همجا سپاریدن. ببین از اینها امروز این مقصد همسایه ما که می جنگن اینا تیار کردن. ببین تیار کردن برادر عزیز. نخود در اسلام در کجا آمده است، در کدام گوشه اسلام که انسان خودشو بترکانه. خداوند در قرآن ولا تقتلوا انفسکم بایدیکم ان الله کان بکم رحیما. ما به شما مهربانم، شما با دستای خودتون نابود نکنین. آیت های قرآن ای، لیکن همیاره همین خیلی معنا کردگیان، همین خیلی تفسیر کردگیان که با موافق هدف های خودشون که همین مردک میروه خودشو میکفانه گویا جنت میروه. چرا بچه های همین مردک هایی که همیاره بردن چرا همین بچه هاشون ندادن؟ چرا بچه های یاد مقصد جنت در کار نبود؟ که ما با همون زمان شنیدگیم یک بچه را که می بردن در مدرسه می دادن $50,000 بود. میگن تصور کنید که اگر با پولی بچه های ما دغدغه و دبدبه کردن، بچه های ما را با اندیشه خودشون جنت روی کنن، خودشون کیف کرده گشتن. از همین لحاظ برادرای عزیز و گرامی، ما و شما به این سادگی را یک طرف مونیم. دیگر دوره سادگی نیست. زمان دیدیستین که تمام دنیا در شوره، تمام دنیا در یک حالت ناآرامی برادرای عزیز و گرامی. برای همین فکری فرزنداتون نکنین، فکری بچه‌کاتون نکنین. بگذار چنان فرزند به وایه برسان. ببین چنان فرزند را به دنیا بیار که چنان مقصد نفر در جامعه تقدیم که همه بگه رحمت بر پدرت، رحمت به زایندت، مقصد همچنان رحمت بگن. نه که مثل امروزها برادرای عزیز ببینید از عقیده های اینها که حتی در همین داعشی که مثال تشکیل کردن، دولت سوریه را که رفتن به خاک خون آغشته کردن، همین ها را ببین چخیل همین ها را تانستن. انمی فکرها، انمی تعلیمها، انمی بچه های ما اترا برادر عزیز به هم میدان ها بود که نمی 2 سال اخیر خدا برکت تا این رهبر دولت ها تا 300 نفر زنک کودکاشون که بیچاره دیگر در همونجا چقدر عذاب اون لگیرا دا چقدر اذیت، یا الله دانایی که چندین بار بیچاره شوهر کردن، چندین تا دیگرش خدا دانای دست درازی کردن. آخه آدم دردش نمیکنه. این از یا مقصد چی گذاشتن؟ امروز مثال این مردم، این رهبر و این مثال حکومت غمخواری یا را ببینه، نه کاری اونها را ببینه. برای همین بازم بار دیگر تاکیدتان میکنم برادرای عزیز که زمانی فرزندها را در دستی کسی نباشد دادن در کار نیست. پیش خدا نگهشان بدارید، زیرا بسیاری کار امروز برادرای عزیز هدفناک شدگیه. بسیاری کار هدفناکه، همه مقصدناکه. بیایم به دست خودمان برادرای عزیز روی خودمان سیاه نکنیم. بیا از ما و شما مقصد نماند فرزندایی که همیشه نام ما را به بدی برند. نه تنها دنیامون، حتی آخرتمون هم ای دست این فرزندا باور کنیم برادرها آسوده نیست. انشاءالله گمان میکنم که جوابی مرا در سوالهاتون مقصد گرفتین. از خداوند امید است که انشاءالله مرا درست فهمیدین. مقصد من هم همینه که برادرای عزیز و گرامی خدا برکت هم پدر و مادرایی که از ما هم خیلی سوالهای مهمه میپرسین و الله برکت هم تا که وقتی گوش میکنین همین چیزا اهمیت جدی میده. خداوند بازم تنی صحتتون بده و ایمان کامل نصیبتون کنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.